طبق معلومات پیشنهاد گردیده الحال در میقات خواجگی دهاتی ولایت در مجموع 1944 عدد تراکتورها، 657 عدد تخم پاشک‌ها و شماره زیادی ماشین‌آلات‌های کشاورزی ارزی وجود دارد و محض حالت قانونیش مورد نظر گروه کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت در شهر و ناحیه‌های اگروصنعتی قرار داده می‌شود. چنانچه روز گذشته کشاورزان ناحیه اسپیتامین تکنیک‌های کشاورزی و ماشین‌آلات‌های آن را به خط تیار گذاشتند و گروه کاری که به آن معاون رئیس ولایت فیض‌الله قاسمی و نمایندگان وزارت کشاورزی شامل بودند، حالت آمادگی این تکنیک‌ها را از نظر گذرانیده به خواجگیداران و مسئولین ساحه دستور سپارش دادند. ذکر گردید که سال جاری مساحت کشتی پخته در مقیاس ولایت 59633 گکتار به نقشه کاری گرفته شده. کشتی پخته زیر پلانک نیست، امسال راه اندازی و من بعد باید که با مرام عملی کرده شود. برای این بهداشتی حالت تخم پاشک‌های زیر پلانکی ارز وجود داشته مهم ارزیابی گردیده. همزمان واردات تکنیک‌های نوی زمانوی این اصول کشت، خریداری کمباین‌های معاصر پختشین و در این زمینه حداقل کم کردن مهنت دستی و بلند برداشتن واضح زمین و عملی کردن منفعت بیشتری اقتصادی کشاورزان در سطح حکومت جمهوری مورد بررسی و عمل قرار دارد. یادآور می‌شویم که سال جاری کشاورزان ناحیه اسپیتامین کشتی پخته را با مساحت 6490 گکتار به نقشه گرفته. این سمت کار در حدود بیش از 1700 عدد خواجگاه دهقانی عائلوی و انفرادی باید که عملی کرده شود. از این نقطه نظر هم به رئیسان جماعت‌ها توصیه داده شد که در مرحله آغاز کارهای صحرایی متشکل را بین این خواجگاه سرشمار به میان آورده برای در مهلت کوتاه‌ترین آغاز انجام بخشیدن معرکه کشتی شگید از حاضر آمادگی جدی بینند. 339 عدد تکنیک کشاورزی است. آمده 242 عدد حاضر تیار، 62 عدد تخم پاشکه های. همه جماعت ها اساسیا خواجگی دهقانی حرکت میکنیم با تکنیک های نقلیاتی، تکنیک های بین قطاری های. اینا همه شما تا کشت ما 100% تیار کرده برای دهقان کمک میکنیم. باید تذکر داد که مقصد از تشکیل چاره‌بینی به خط تیار گذاشتن تکنیک و ماشین آلات‌های کشاورزی پیش از همه بلند برداشتن مسئولیت خواجگیداران و مکانیزاتوران در تعمیر سربخته و باصفت، دریافت قسم‌های احتیاطی، استفاده ثمرناک و حفظ از کارناشایمی محسوب یافته برای مسئولین و متخصصان ساحه باشد. پیدا کردن آگاهی از وضع کنونی این تکنیک‌ها و اندیشیدن چاره‌های ضروری بهره اصلاح نارسایی‌های جا داشته محسوب می‌یابد. همزمان در چاره‌بینی مذکور به مکانیزاتورانی که سالی سپری شده به دستاوردهای بهتر نائل گشته امسال تعمیر تکنیک‌ها را در سطح ضروری انجام دادن، تحفه و افتخارنامه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، سرریاست کشاورزی و بازرسی نظارت دولتی تکنیک کشاورزی در ولایت سپرده شد.